از همون بچگیم به زنداییم خیلی علاقه داشتم تا اینکه یک روز که بزرگ شدم به آرزوم رسیدم و بعدش با زنداییم کاری کردم که سلام دوستان عزیزم، من راوی کانال هستم. لطفاً با لایک و ساب کردن از کانال ما حمایت کنید. اسم من وحیده و 29 سالمه. میخوام ماجرای زندگی خودم رو براتون تعریف کنم. ماجرای زندگی من که اولین تجربه خوشایند من بود برمیگرده به زمانهای خیلی قدیم، وقتی که سنم خیلی کمتر بود. من توی یه خانواده نسبتاً معمولی به دنیا اومدم. تک فرزند بودم. با فامیلای مادریم رفت و آمد زیادی داشتیم. من چند تا دایی داشتم که با همشون خوب بودم، ولی یکیشون بهتر از بقیه بود. با اون بیشتر رفت و آمد می کردیم. ناگفته نمونه، یک پسرعمو هم داشتم که همسن سال خودم بود. با هم دبیرستان رفتیم و بعدش دانشگاه. هر کاری می‌خواستیم بکنیم با هم انجام میدادیم. اسم پسرعموم فرهاد بود. من فرهاد رو مثل برادرم دوست داشتم. من و فرهاد از زنداییمون خیلی خوشمون می اومد. به خاطر همین نمیدونستیم داییم چجوری زن به این خوشگلی رو به دست آورده. داییمم از نظر هیکلی و تیپ بد نبود، ولی زنداییم خیلی از اون سرتر بود. خوش هیکل بود، قد نسبتاً بلند، وزنشم زیاد نبود، چشمای رنگی و پوست خیلی سفید. محال بود کسی زنداییمو ببینه و جذبش نشه. همیشه توی خونه یک روسری گلدار سرش میکرد. دامن بلند تنگ تنش میکرد. خلاصه اینکه من و فرهاد همیشه حسرت همچین زنی رو میخوردیم. هر وقت که با فرهاد تنها میشدیم، تنها کسی که در موردش حرف میزدیم همین زنداییم بود. خونه داییم نزدیک خونه ما بود. ما تون داییم و زنداییم رو میدیدیم. از اینکه اونو میدیدیم خیلی خوشحال بودیم. اما این خوشحالی زیاد طولی نکشید. داییم به خاطر کارش مجبور شد از شهر ما بره. اونا از شهر ما رفتن به یک شهر دیگه. تقریبا یک چند سالی بود که ما دیگه زیاد داییم و زنداییم رو نمیدیدیم. بعد از چند سال دوباره داییم برگشت به شهر خودمون. این سری که داییم اومد دیگه واسه خودشون یه خونه جدید خریدن، چون سری قبل داییم پیش پدرش زندگی میکرد. از اومدن زنداییم خیلی خوشحال بودیم، هم من و هم فرهاد. باز همه حرفامون مربوط به زنداییم بود. یک روز داییم و زنداییم به یک عروسی دعوت شدن و برای اینکه خونهشون کسی نبود و خونهشون خالی بود به ما رو زدن و کلید رو به من و فرهاد دادن. به ما گفتن مواظب خونهشون باشیم. من و فرهاد هم که از خدا خواسته بودیم قبول کردیم. رفتیم خونهشون رو زیر و رو کردیم. دنبال آلبوم عکس و فیلم‌های مجلسی زنونه اونا میگشتیم، ولی چیزی پیدا نکردیم. همون جوری که داشتیم تو کمد میگشتیم فقط یک عکس از زنداییم پیدا کردیم. عجب عکسی بود. تا حالا اینطوری زنداییم رو ندیده بودم. توی این عکس یک لباس خیلی قشنگ تنگی تنش بود که زیباییاشو چند برابر کرده بود و اونو جذابتر. اون عکس رو هر کی میدید میتونست دیوونه خودش کنه. به غیر از اون عکس چیز دیگه نصیب ما نشد. اولش خواستیم عکس رو با هم برداریم، اما ترسیدیم که اونا بفهمن و آبرو ریزی بشه. به خاطر همین منصرف شدیم. داییم بیشتر وقتا به خاطر کارش مجبور بود که از خونش دور باشه. یه روز داییم اومد خونمون و از من درخواست کرد که برم پیش زنش بمونم. وقتی به من گفت از خوشحالی نمیدونستم چی کار کنم، اما جلوی خودم رو گرفتم و آبروداری کردم. بالاخره فردای اون روز من رفتم پیش زنداییم
که نترسه، چون زنداییم آدم ترسویی بود. از تنهایی میترسید. داییم به خاطر همین تاکید کرده بود که حتما برم پیشش و تنهاش نذارم و این بهترین فرصت برای این من بود که بتونم به زنداییم نزدیک بشم. ناهار رو با زنداییم خوردم. شب هم خونه دایمینا موندم. زنداییم توی حال جا واسه من انداخت. خودشم یکم اونورتر با فاصله خیلی کم واسه خودش دوشک پهن کرد. وقتی برقا رو خاموش کرد که بخوابیم، یک حس بدی داشتم. یک حس عجیب. به زور داشتم خودم رو کنترل می کردم. اما اون انگار نه انگار که من خوابم. بعد از چند دقیقه سری خوابش برد. خیلی دوست داشتم که بهش نزدیک بشم، اما جرأت این کار رو نداشتم. خلاصه به هر ضرب و ضربی که بود گرفتم خوابیدم. وقتی بیدار شدم دیدم زنداییم نیستش. زنداییم توی آشپزخونه مشغول کار کردن بود. وقتی بیدار شدم زنداییم رو صدا کردم. وقتی که اون دید من بیدار شدم صبح بخیر گفت نکنه تو کمبود خواب داری؟ پسر چقدر میخوابی؟ بعدش هم زد زیر خنده. زنداییم اخلاق خیلی خوبی داره و خیلی مهربونه. زنداییم یه مقدار سرما خورده بود. یکم سرفه میکرد. بهش گفتم چی شده؟ گفت نمیدونم. دیروز حالم خوب بوده ولی امروز انگار سرما خوردم. میخوام برم دکتر. گفتم میخوای منم باهات بیام؟ گفت نه نیازی نیست. ولی اصرار زیاد کردم. به اتفاق هم رفتیم مطب دکتر. دکتر بهش کلی دارو و آمپور داد. رفتم داروخونه داروهاشو گرفتم. اومدیم خونه. زنداییم از آمپور زدن خیلی میترسید. گفت ای کاش دکتر آمپور نمیداد. ولی من بهش گفتم اگه آمپور بزنی زودتر خوب میشی. ولی اون گفت نه من همین شربت ها رو میخورم 100% خوب میشم. یک روز گذشت. از دارو استفاده کرد ولی حالش خوب نشد. با خودم گفتم الان بهترین فرصته، چون من آمپور زدن رو بلد بودم. گفتم بهش من میتونم بزنم. اگه بزنی حالت بهتر میشه. گفت نه ممنون نیازی نیست. فردا اگه خوب نشدم میرم درمونگاه میزنم. راضی نشد که من آمپورشو بزنم. شاید از من خجالت میکشید. یه چند ساعتی گذشت. زنداییم رو به من کرد و گفت حالم خیلی بد شده. منم بهش گفتم من که گفتم باید آمپور بزنی. گفت تو میزنی آمپور رو واسم؟ گفتم آره. گفت تو رو خدا فقط آروم بزن. یواش بزن. من خیلی میترسم. گفتم خیالت راحت. جوری بزنم که خودت متوجه نشی. خلاصه این که من آمپور زنداییمو زدم. حالش بهتر شد. بعد از اون از خونه زدم بیرون. تا غروب همش فکرم مشغول بود. با خودم فکر میکردم چجوری به اون چیزی که میخوام برسم. با خودم گفتم امشب هر طوری که شده به خواستم میرسم. آمپور بعدی زنداییم خودم زدم چون زنداییم خیلی راضی بود. گفت خیلی خوب زدی. اصلا متوجه نشدم. ولی گفت هنوز تمام بدنم درد میکنه. انگار خوش شده. فکر کردم با خودم. بعدش بهش گفتم بهترین راه اینه که ماساژت بدم. گفت یعنی چی؟ همین مونده که تو منو ماساژ بدی. با خنده گفتم منظور ندارم زندایی. اگه ماساژت بدم استخوان دردت خوب میشه. من خیلی واردم. از اونجایی که باشگاه بدنسازی میرفتم توی باشگاه بیشتر بچه‌ها رو من ماساژ میدادم. ماساژ تعریف کردم. انگار اونم بدش نیومد. گفت باشه قبول کرد. شب شده بود. شام که خوردیم یک روغن زیتون تو خونه بود. بهش گفتم اونو بیار تا دست و پاتو ماساژ بدم. زنداییم قبول کرد. بعد از اون اولش مخالفت کرد ولی کم کم خودش نرم شد و اون اتفاقی که نباید بیفته بین من و زنداییم رخ داد و این بهترین اتفاق زندگی من بود. هیچ وقت این خاطره خوب رو فراموش نکردم. ممنون دوستان عزیزم برای شنیدن این داستان وقت گذاشتین. لطفاً با لایک و ساب کردن از کانال ما
حمایت کنید. ممنونم عزیزانم.